درود بر جوانان شجاع سرزمینم، مردم ایران. حرفایی که میخوام بزنم ترویج خشونت نیست. خیلیا نمیگن به خاطر که میگن ترویج خشونت میشه. عده‌ای کمی هم میان میگن ولی خیلیا بهشون میتازن. ولی نه دوستان، خواهش میکنم جوانان دست خالی به خیابان نرید. دیگه رسما جنگه. وقتی وارد میدان جنگ میشی باید قوانین رو بلد باشی وگرنه پیروز نخواهیم شد. قاعده جنگم دوست ندارم این جمله رو بگم، قانون جنگ اینه، میگه بکش تا کشته نشی. ما چاره‌ای جز جنگیدن نداریم وگرنه ایران ما و جوانای ما برای همیشه نابود خواهند شد. بیرون گود و داخل گودم نداره. برای نجات کشور، برای نجات ایران، هر کس هر کاری که دستش برمیاد باید انجام بده. تو مسیر رسیدن به آزادی سهم خودشو باید بپردازه. آزادی هم بها داره، برای رسیدنش باید بهاشو بپردازیم. ساخت کوکتل مولوتوف، بمب دستی، اکلی سرنج، قلاب سنگ هزینه زیادی نداره. چاقو و تبر و سنگ هم همیشه در دسترس بوده. برای مبارزه با این اشغالگران و متجاوزان هر اقدامی جایزه. هر اقدامی باید ترس و وحشت رو تو دل مزدوران حکومتی بندازیم که وقتی که مردم ایران رو میبینن، جوانای ما رو میبینن، جرأت سرکوب نداشته باشن، یا مجبور به فرار بشن یا بیان تو صف مردم. این دفاع از ایرانه، دفاع از وطنمونه در برابر این اشغالگران. به هیچ خائن و مزدوری رحم نکنید. شعله خشمتون رو زنده نگه دارید به امید آزادی و نجات ایران. جاوید شاه.